بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما خدمت شما عزیزان دل تحت عنوان حقوق زن و شوهر از دیدگاه دین مبین اسلام است. ببینید که اسلام عزیز چه حق و حقوقی برای زنان تعیین کرده، به خصوص برای زنانی که ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن. وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میشه در مورد حقوق زنان، اونجاست که ما از لاولای احادیث در میابیم که زن دارای 3 حقوق اصلی می باشه. یکی حقوق مادی زنان است، یکی حقوق معنوی زنان است، یکی حقوق حسن معاشرت به اخلاق یا رفتار نیکو با زنان است. اسلام عزیز میگه زنان دارای 4 حق مادی هستند. 1 حق ارثش است، 2 حق مهرش است، 3 حق نفقهش است، 4 حق کار یا اجر و مزد درآمد اجوره کاریش است که برای خودش است. الله سبحانه و تعالی این مهر قیمت زن نیست میگه، بلکه میگه یک هدیه ارزشمندی الهی است برای زنان، یک بخشش است برای زنان از طرف الله انتخاب شده که مردان باید بپردازند. و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین شما کسی است که با همسرش رفتار خوب داشته باشه، حسن معاشرت نیکو، عاشروهن بالمعروف. و تو یک کلمه از قرآن میگیری هر روز سوتره کشیدی سر زن بیچاره زده روان استی، باز وقتی بگن چرا این کارو میکنی میگه اسلام بریم اجازه داده که زن رو بزن. خاک بر سرت با این فهمید از اسلام. حتی فقهای احناف این نظرن که اگر کسی توان داشته باشه باید برای زنش یک خادم هم بگیره در خانه. تو فکر کردی تو حالا؟ بعد میگه حق شوهر بالای خانم چیست یا رسول الله؟ میگه ایست که باید از آبرو به عزت شوهرش دفاع بکنه. کسی که شوهرش دوست نداره نمیخواد او رو در فرشش در خانهش اجازه نده، و بعد از مال شوهرش دفاع بکنه، آبرو به عزت شوهرش حفظ بکنه و نیازمندی های شوهرش برآورده بکنه، اون چی که نیازی که بین زن به شوهر محسوس میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فی القرآن العظیم و عاشروهن بالمعروف. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم در هر جایی که هستید صحتمند و کامیاب و سرفراز و سربلند باشید و الله سبحانه و تعالی در تمام عرصه ها و امورات زندگی دنیا و آخرتتان شما را موفق و مؤید داشته باشد. بینندگان عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگیم در سلسله برنامه‌های وصیت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم. بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما خدمت شما عزیزان دل تحت عنوان حقوق زن و شوهر از دیدگاه دین مبین اسلام است. از اونجایی که اسلام عزیز ازدواج را یک نیاز اصلی برای انسان ها می داند. چرا در وجود انسان غرایز مختلفی وجود دارد. در وجود انسان غریزی است به نام غریزه شهوت، غریزه است به نام حب دنیا، حب قدرت یا عطوفت به مهربانی. همه اینها غرایزی است در وجود انسان و اسلام برای محو کردن یا از بین بردن این غرایز نیامده، بلکه اسلام عزیز برای حل کردن یا برای تسکین کردن و برآورده کردن خواهشات این غرایز از راه مشروع برای پیروانش تاکید میکنه. و بدون شک یکی از جمله ویژگی های اسلام عزیز مشخص کردن حقوق هر کسی در قالبش است. یعنی وقت در قرآن مراجعه بکنید اونجا در میابید یا در احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که مرد از دیدگاه اسلام چی حقی داره، زن از دیدگاه اسلام چی حقوقی داره، دختر چی حق و حقوقی داره، پسر چی حقوقی داره. اسلام همه این حقوق را مد نظر گرفته. چرا؟ چون دین کامل هست، دین شامل هست، یعنی همه جانبه فکر کرده. به اون لحاظ بحث امروزی ما فقط روی حقوق زنان و مردان از دیدگاه دین اسلام عزیز است.
ببینید که اسلام عزیز چی حق و حقوقی برای زنان تعیین کرده، به خصوص برای زنانی که ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن. چون ازدواج یک نیاز مبرم است برای انسان ها و از جمله به اصطلاح ضروریاتی مادی و معنوی محسوب میشه. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه زن نیم ایمان مرد است. این جهت معنویش است و یک از جمله مسائل بسیار مهم و ضروری و حیاتی پنداشته میشه. وقتی در قرآن مراجعه کنید میبینید که در بسیار جاها حق زن و مرد مساوی است، برابر ذکر شده. بعض مسئولیت ها و مکلفیت های اینها در بعضی جاها برای مردان بیشتر مد نظر گرفته شده. وقتی در احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم نگاه بکنید بعض مواردی وجود داره که حتی برای زنان مسائل بیشتر و حقوق بیشتری مد نظر گرفته شده. به اون لحاظ اسلام دین عدالت است، ظلم نیست. در اسلام عزیز تعدی و تجاوز نیست، چون الله سبحانه و تعالی ذات حکیم است. او بر اساس حکمتش هر چیزی را تنظیم و ترسیم کرده. وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میشه در مورد حقوق زنان، اونجاست که ما از لاولای احادیث در میابیم که زن دارای 3 حقوق اصلی می باشه. یکی حقوق مادی زنان است، یکی حقوق معنوی زنان است، یکی حقوق حسن معاشرت به اخلاق یا رفتار نیکو با زنان است. این هر 3 این قابل شرح است. اسلام میگه هر زن دارای 4 حق مادی هست. یعنی دقت بکنید، اسلام عزیز میگه زنان دارای 4 حق مادی هستند. یعنی یک زن 4 حقوق مادی داره. یک زنی که ازدواج کرده، تشکیل خانواده داده، شوهر انتخاب کرده، اسلام برایش 4 حقوق مادی را مد نظر گرفته. 1 حق ارثش است، 2 حق مهرش است، 3 حق نفقهش است، 4 حق کار یا اجر و مزد درآمد اجوره کاریش است که برای خودش است. شما دقت بکنید روی این قضیه، خیلی مهمه. اسلام برای زنان 4 حقوق مادی انتخاب کرده که عبارت از مهر است، ارث است، نفقه است و حق کار است. به او اجر و مزدی که در برابر کار میگیره، اجوره‌ای که در برابر کارش میگیره، زحمتش میگیره. شما تصور بکنید اگر این 4 حقوق مادی زنان برای زنان داده میشد، آیا دیگه زن فقیری وجود می داشت در جامعه؟ آیا دیگه زن محتاج و گداییگری وجود می داشت در جامعه؟ آیا دیگه به حق زن تعدی و ظلم و تجاوز می شد در جامعه؟ هرگز. یعنی تقصیری اسلام نیست، این کوتاهی از خود ماست. ما هستیم که در برابر اسلام عزیز، از اسلام عزیز چنین چهره خشینی در برابر جهانیان نشان دادیم. و الا در متون دینی ما کوتاهی وجود نداره، کم بودیم. شما ببینید که ما چقدر تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یعنی اسلام چی میگه، برخورد ما چگونه است. اسلام میگه مهر حقی اساسی و مادی زن است. وقتی در قرآن مراجعه کنید میبینید و آتوا النساء صدقاتهن نحله. جای دیگه میگه و آتوهن اجورهن بالمعروف. جای دیگه میگه و کیف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا. این آیات همه در مورد مهر است. الله سبحانه و تعالی این مهر قیمت زن نیست میگه، بلکه میگه یک هدیه ارزشمندی الهی است برای زنان. یک بخشش است برای زنان از طرف الله انتخاب شده که مردان باید بپردازند. یک ارزشی است، قیمت نیست. و بعد میگه و آتوا النساء صدقاتهن نحله. مهر زنها را بپردازید برای خودشان، این حق اساسی و مسلمشان هست. ولی امروز در بسیار از اطراف و روستاها شما نگاه بکنید، دختر مسلمان خبر نیست که مهرش چند است، چقدر است.
حتی در شهرها ممکن بسیار جای ظلم صورت میگیره. یک حرف جاهلانه دور از تعقلی که تکرار میشه، میگن مهر کی داده و کی گرفته. خب زمانی که شما ندهید به صاحبش، حق چگونه بگیرش؟ قرآن میگه مهر حق زن است، او را باید مکمل بگیری، برش تحویل بدی. بعدن او صلاحیت داره که حالا میبخشه او را یا به اصطلاح میگیره، اخذ میکنه. حداقل در جریان باشه. زمانی که نکاحنامه را نوشته میکنید به او وکیلی که از طرف زن انتخاب میشه و در نکاحخانه می نشینه، میگه $50,000 مهرش است، یا بیشتر یا کمتر یا هر چی که هست. اسلام اقل مهر را تعیین کرده ولی اکثرش تعیین نکرده. نسبت به وضع و توان و حالتی انسان است. کسی توان داره هر چی بیشتر بده، اسلام ممانعت نکرد. کسی که در توان داره. و اسلام عزیز حالتی انسانها رو مد نظر گرفته. شما تصور بکنید یک میلیاردر میخواه به اصطلاح برای خانمش $1,000,000 مهر بده. از نظر اسلام ممنوع نیست، چون توان داره، در قدرتش هست. اما این به این معنا نیست که شما از هر فقیر و بیچاره و مستضعفی باید 10 لک یا 1 میلیون و بیشتر یا کمتر باید مهر بگیرید، بلکه حالت و توانش هم مد نظر داشته باشید. اگر توانش داره خوب، اگر نداره ظلم نکنید در حقش. به اون لحاظ باز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین زنها او زنی است که مهرش کم باشه، چون توان مقابل را دیده باید قضاوت بکنید. و اسلام میگه همین مهر حق خود مسلم، یعنی زن است، جمله حقوق مادیش است، باید حق ای داده بشه. ولی او زن بیچاره خبر نیست که چقدر مهر است، این کجا شد، کی گرفت، کی خورد، کی برد، به کجا مصرف شد این مهر. و این حقی است که توسط خود مسلمان ضایع میشه. و باز میگیم که اسلام به حق زنان ظلم کرده. اسلام ظلم نکرده، تو مسلمان هستی که ظلم روادار هستی. اسلام خب میگه که نمی حق خودش از باید دور به او بپردازی. اسلام خب میگه، پیامبر میگه که اگر زن مهرش نپرداختی گویا یک عمری باش زنا میکنی، چون حقش است، حقش ندادی برش. پیامبر میگه اگر زن خواستار مهرش شد، گفت من میخواهم در وقت عقد نکاح، و تو ندادی مهرشه، از روی ظلم و تعدی و برتری خواهی خود ندادی، گویا باش زنا میکنی، چون حقش ضایع کردی. و آتوا النساء صدقاتهن نحله، بپردازید مهریه زنها رو بسیار به خوبی و اخلاق. فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا، اگر برای شما بخشش کرد چیزی از این مهرش را، در اون صورت با شما حق دارید که به اصطلاح بخورید، استفاده کنید. یعنی این صلاحیت خود زن هست که مهرش برای پدرش بخشش میکنه، مادرش بخشش میکنه، برادرش بخشش میکنه، این مهرش برای شوهرش بخشش میکنه، با خودش میگیره. این حق خودش است، صلاحیت خودش است که امروز متاسفانه این مهر داده نمیشه برایش. یک حق مادی زنان است. دوم، حقشان حق ارث است. چقدر اسلام تاکید کرده روی قضیه. به جای این که امروز حق ارثش به پردازی، خودش هم به عنوان میراث میگیری. باور بکنید گاه وقتی بعضی مسائل که انسان در جامعه اسلامی میبینه تعجب میکنه با مسلمانی ما مسلمان ها. نام ما مسلمان است، اعمال، رفتار، کردار ما برخلاف اساسات اسلامی است. الله صریحا در قرآن میگه هم حق ارث زن رو بدهید، هم حق ندارید خود زن به میراث بگیرید. چون در دوران جاهلیت هر دوی این انجام میشد. یعنی در زمان قبل از اسلام هم زن رو به عنوان میراث خود نگاه میکردن، هم زن از حق ارث محروم بود، برایش کسی میراث نمیداد. این عزتی است که اسلام برای زن قائل شده. محمد صلی الله علیه و سلم آمده کمر همت بسته کرده، آستین بالا زده، و در چنین جامعه ای که کسی برای زن ارزش قائل نبود کمر بسته میکند و این تبعیض و نجات پرستی را از بین میبرد. که زن حق داره، حق ارثش باید بپردازید.
للذکر مثل حظ الانثیین، یا جای دیگر میگه للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. برای هر کدام اینها حق است، برای هر کدام اینها حق است، حقوقی دارن. ولی یک نکته قابل تذکر هست، بعضی ممکن خواهران عزیز و محترمه ما فکر بکنن چرا اسلام برای مرد 2 حصه ارث داده، برای زن 1 حصه. خواهر عزیزم، مادر عزیزم، اگر مقداری انسان فکر بکنه از عقل کار بگیره، الله ظلم نکرده و الله ظالم نیست. این ما خودمان هستیم که در حقمان ظلم میکنیم. شما تصور بکنید اگر این حقوق مادی زن هر کسی برای زن بپردازه، زن هیچ چیزی نیاز به مصرف نداره، کل مصارفش باید شوهر بپردازه، همه برایش زاپاس و ذخیره نگاه میکنه. اما اگر اون مردی که تو اگه 1 حصه از ارث میگیری نیاز به مصرف نداری، اون مرد اگر 2 حصه از ارث میگیره پس باید یا او را مهر برای زن دیگر بپردازه، یا نفقه زن دیگر بکنه، یا برای مریضی و زندگی زن دیگری مصرف بکنه. برای خودش چی میمانه؟ هیچ چیزی نیست. یعنی شما تصور بکنید زن 1 حصه ارث میگیره، شما تصور بکنید سلک افغانیست 1 لکر زن میگیره، 2 لکر مرد میگیره. زن همون 1 لکش برش زاپاس نگاه میکنه، چون پول مریضیشه، نفقهشه، خانهشه، خرج و مصرفش باید شوهر بپردازه، نیاز به مصرف اون نداره. اگر هنوز دختر است پدر باید بپردازه این مصارفه، اگر خواهر است در خانه است هنوز شوهر نگرفته برادرش باید بپردازه، اگر شوهر گرفته شوهر باید این مصارفش بپردازه. او 1 لکش برش ذخیره میمانه، زاپاس، نیاز به مصرف او نداره. ولی برعکس اون مرد که 2 لکر گرفته باید او رو چی بکنه؟ پس یا نفقه زن دیگری بکنه، یا مهر زن دیگری بپردازه، یا برای مریضی و زندگی زن دیگری مصرف. برای خودش چی ماند؟ لازات حکیم است، بر اساس حکمت فیصله کرده در چیزی. ولی امروز متاسفانه این حق داده نمیشه. تو برای مسلمان بگی چرا ارث حق خواهرت نمیدی، حق دخترت نمیدی، در حیاتش میگیره میراثش تقسیم میکنه، برای پسراش دختراش محروم میکنه. ظلم است. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یک کسی کل سرمایش برای یک پسرش بخشش میکنه، بعد زنش میگه که قبول ندارم این بخششته. باید رسول الله صلی الله علیه و سلم از جریان خبر بشه. زمانی که نزد رسول الله میآیند، پیامبر صلی الله علیه و سلم جریان رو که میبینه میگه آیا برای دیگران هم دادی؟ میگه نه خیر. میگه اعدلوا بین اولاد، اتقوا الله اعدلوا بین اولادکم، از پروردگار بترس، بین فرزندانت عدالت بکن. خیلی بس پدران بیدین و بیننگ امروز وجود داره در جامعه، چون حس خودخواهی و غرور و کبر و عجب در اونها وجود داره. برتری خواهی، کل ارثش برای پسرانش تنظیم میکنه، تقسیم میکنه، دخترانش محروم میکنه. چرا برای اونها ندادی؟ میگه او که زن کسی دیگه است، به خانه شوهرش است. خب باش خانه شوهرش باشه، این خانه شوهر رفتن که او را از میراث محروم نمیکنه. اگر شوهر کردن او را از میراث محروم بکنه، پس زن گرفتن پسرت هم باید او را محروم بکنه. ظلم است که خود ما مرتکب میشیم. حالا کاش تنها این ظلم میبود، بر علاوه از که این کار برش ارث نمیده، خودش هم به عنوان میراث میگیره. در بسیار جاها میبینی که زن بیچاره بیوه میشه، میگن از این خانه اجازه بیرون شدن نداری، یا شوهرش وفات میکنه یا کشته میشه، میگه حق نداری از این خانه بیرون بشوی، مجبور است یکی دیگر از اعضای خانواده را انتخاب بکنی، بخواهی نخواهی، تو میراث ما هستی. العیاذ بالله، العیاذ بالله. چی قسم مسلمان است؟ به قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. برای شما حلال نیست ای مؤمنان که شما زن رو به عنوان میراث بگیرید برای خودت به زور، اگر خودش راضی است. و اسلام ممانعت نداره، یعنی حق نداری به زور این عمل انجام بدی در حق زور. بنابراین این حق دوم مادی زن است. اگر این حق دوم مادیش می دادیم، شما تصور بکنید چقدر صاحب ثروت میشد. سوم حقش حق نفقهش است. قرآن صریحا میگه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن.
نفقه همسر بالای شوهر است. مردی که قدرت و توان پرداخت نفقه زنش نداره، مردی که توان محافظت از آبرو و عزت به عفت زن نداره، مردی که قدرت جسمی و جنسی نداره، نیازهای خانمش برآورده کرده نمیتونه، مردی که قدرت کار و تلاش به آماده کردن نفقه و خانه برای زن نداره، برایش ازدواج درست نیست. نباید ازدواج بکنه چنین مردی. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه به بهترین وجه و نیکوترین حالت باید نفقه زن رو بپردازی. نفقه زن چیست؟ لباس زن، خرج و خوراک زن، نیازمندی های زور برآورده بسازی در زندگی، حقش است. ولی به این هم ظلم میشه. خیلی از مردمی هستن در حالی که اسلام میگه طبق توانید نفقه بدی، یعنی همون اندازه که توان داری همون اندازه باید انسان نفقه بپردازه. اگر 10,000 معاش داری از روی 10,000 نفقه بدی، 20,000 داری از روی 20,000 نفقه بدی، 1,00,000 معاش داری از روی 1,00,000 نفقه بدی برایش، 5,000 درآمد داره از روی 5,000 نفقه برایش بدی. ولی خیلی کسایی هستن که ثروت دارن ولی نمیدن، نمیخوان به طوری که باید شایسته هست نفقه همسرانشان را بپردازن. یا خیلی از افراد هست به مجرد که ازدواج دوم زن دوم میگیره دیگه نفقه زن اولش نمیپردازه، در حالی که این خلاف اساسات اسلام است. دین عزیز ما، اسلام عزیز ما به ما میگه زن به عنوان یک فرشته داخل خانه نشسته، کاملا به آبرو به عزت. این مرد باید لباسش تهیه بکنه، برش خرج و مصرف تهیه بکنه، مریضیش تداوی بکنه، مصارفش بپردازه و در ضمن عزت و احترامش هم داشته باشه. شما تصور بکنید یک بار پیشتم، آیا این عدالت اسلام یا ظلم اسلام؟ این سومین حق مادی زن است، حق نفقه. حتی اگر نپردازی در روز قیامت مدیون است. فقها میگن اگر مردی نمیخواد نمیدهد نفقه همسرش را، زن حق داره به اون اندازه نفقهش از مال شوهر سرقت بکن، حتی دزدی بکن. اگر شوهرش بخیل است، سختگیر است، گشنه است، نمیخواد بدهد نفقهش درست در حالی که توانایی داره، این زن حق داره به همون اندازه نفقهش، البته زیاد نه، با سوء استفاده نکنه، همه مالش سرقت بکنه، به همون اندازه نفقهش حق داره حتی از جیب شوهرش پول بگیره ولو بدون اذن اجازه شوهرش بشه، چون حقش است. الله برش این حق داده. و چهارمین حق مادی زن، حق چیست؟ کار است. اسلام میگه اگر در جایی که آبرو به عزت به عفت زن حفظ می شود و کاری که متناسب با سازگاری با وجود زن دارد، نه ای که زن رو ببرید به کوهنوردی بکنه، نه زن بره انجینر بشه. زن بهترین شغلش تخصص طبابت، در بخش تعلیم و تعلم، در بخش هنرهای زیبا، هر چیزی که با فطرت و وجودش سازگار است. اگر آبرو به عزت و عفتش حفظ میشه میتونه کار بکنه. به او مزدی، اجر و پاداش یا به اصطلاح اجوره ماهانه‌ای که در برابر کارش میگیره حق خودش است. خب نکته اینجا شما تصور بکنید وقتی مهر زن شما یک دفعه پیش خودتان قضاوت بکنید، همون حد معمولی یک زن 5 لک مهر حقش است، 5 لک از ارثش برش حق میرسه، 10 لک نفقهش هم کلا شوهر میپردازه، مصارفشه، و بعدش هم اگر درآمد خودش هم داشته باشه، در طول عمرش 5 لک هم درآمد داشته باشه، 1.5 میلیون افغانی وقتی که یک زن ثروت داشته باشه، پسنداز داشته باشه، به روی زو تجارت صورت بگیره، چی ثروتی است؟ اسلام به غنای زنها بیشتر از مردا توجه کرده، به ثروت زن بیشتر از مرد توجه کرده. این یک چیزی ظاهر و آشکارا است که همه میدانن و میبینن. یعنی دین ما دینی است که به اقتصاد زن، ثروت زن بیشتر توجه کردن نسبت به مرد. خب کجای این ظلم است؟ کجای این تعدی است؟ ولی ای که او زن بیچاره ضعیف از حقش گرفته نمیتونه یا نمیدانه، خبر نیست که کدام حقوق داره از نظر اسلام، و تو مسلمان نادانم نمیخوای بپردازی،
تقصیر دین نیست. این بخش حقوق مادی زن بود. حقوق معنوی زن، رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر تأکید کرده، میگه زن نصف ایمان مرد است. نگفتم مرد نصف ایمان زن است. تو هستی که کمبودی داری، باید با اون زن تکمیل بشه ایمانت. نصف ایمان مرد است نکاح. و بعد از این معاشرت قرآن تأکید کرده که باید حقوق معنویش، یعنی حسن رفتار، اخلاق و معاشرت خوب داشتن با او. حق نداری زن از عبادتش، از عبادتی که الله سرش فرض کرده، او را منع بکنی، بگذار که عبادتش آزادانه انجام بده. حق نداری از رفت و آمد خانه اقربا خویشاوندانش، البته به چوکات و اصول، نبی معنی که هر روز هر جایی که دلش خواست بره، بلکه حداقل نزاکت و نظام خانواده باید رعایت بشه. حق نداری قطع صله رحمی بکنی، زن را از فامیلش جدا بکنی. حق نداری حتی با او بدرفتاری بکنی. پیامبر میگه زن را احترام نمی کند مگر انسانهای با کرامت. کسی که خودش کریم است، عزت داره، با همسرش هم احترام میکنه. و توهین نمی کنه برش مگر انسانهای بی شخصیت. و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین شما کسی است که با همسرش رفتار خوب داشته باشه. حسن معاشرت نیکو، عاشروهن بالمعروف. با همسرانتون خیلی معاشرت خوب داشته باشید، حسن رفتار داشته باشید. خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما کسی است که با همسرش خوب باشه. و بعد رسول الله میگه من نسبت به همه شما به همسرانم بهتر رفتار کردم. هموست که هیچ یکی از همسران پیامبر جای ثابت نیست که او شهادت بده و حرفی بگه که رسول الله روزی به ما دشنام داده، ما رو توهین کرده، ما رو لطوکوب کرده. و تو یک کلمه از قرآن میگیری، هر روز سوتره کشیدی سر زن بیچاره زده روان هستی، باز وقتی بگن چرا این کارو میکنی، میگه اسلام بریم اجازه داده که زن رو بزن. خاک بر سرت با این فهمید از اسلام. اسلام خو میگه پیغمبر بهترین الگو به نمونه است برای شما. پیغمبر با خانواده‌اش کدام همسرش لطوکوب کرده؟ اسلام خو میگه، پیامبر خو میگه بهترین شما کسی که با همسرش رفتار نیکو داشته باشه. پیامبر خو میگه با سر و صورت زن نزنید، نکوبید. پیامبر خو میگه بدترین شما کسی که با هم فامیلش بدرفتاری و بد اخلاقی میکنه. و تو رفتی یک کلمه از قرآن جایی که نه شأن نزول و نه سبب نزول و نه قضیهش میفهمی گرفتی، قرآن گفته زنانتان را بزنید. در کدام حالت، به چی وضعیت، ضرب به کدام معناست؟ این ضرب به این معنا نیست که تو کار دبر داری یک روز بینیش ببری، یک روز زبانش ببری، یک روز گوشش ببری، یک روز آتش بزنی، از جای پرت کنی پایین، در حقش ظلم بکنی. قرآن خود میگه یا مثل انسان به او زندگی کو یا او رها کن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یا خوب همراهش زندگی بکن یا او رها کن که بر پشت کارش. برده نیست یا کنیز غلامت باشه. دین خوب ما ایره میگه. این حقی یک زن است از دیدگاه اسلام. اسلام میگه برش احترام متقابل، اکرام و عزت، حسن رفتار، پرداخت حقوق مادی، حقوق معنوی، حق معاشرت خوب با او داشتن. دین ما خیره میگه. حتی فقهای احناف این نظرن که اگر کسی توان داشته باشه باید برای زنش یک خادم هم بگیره در خانه. تو فکر کردید تا حالا؟ متن فقه احناف، امام ابو حنیفه یک مدافع حقوق زن است. میگه کسی که توان داره، قدرت داره، باید 5000 10000 معاش بده، یک زن دیگه رو مزدور بگیره که با خانمش خدمت بکنه در خانه. یک کسی رو مزدور بگیره با خانه. کدام ما این کار کردیم؟ والله قسم است، قسم به الله، که اگر او حق و حقوقی که اسلام گفته برای زن بپردازید، اگر ما او حق را برای زنان میدادیم، زندگی و دنیای ما بهشت جور میشد. دیگه ممکن زنی سر بلند نمیکرد که اسلام حقم را ضایع کرده. شما تصور بکنید. اسلام میگه اگر، حتی قرآن میگه اگر زن ابا برزید گفت من پسرت دیگه شیر نمیدم، دخترت اولادت شیر نمیدم، خانومیت است، اولاد از خودش به دنیا آمده، میگه گفت این شیر نمیدم، تو باید برش مزد تعیین بکنی، اجوره تعیین بکنی تا فرزندت شیر بده.
حق نداری سرش تحمیل بکن. و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، حدیثی است که یکی از صحابه پرسان کرد که یا رسول الله دیگه حق زن بر شوهر چیست؟ میگفت برش بهترین لباس، خوراک، رفتار نیکو، حق و حقوقش مادی و معنوی را به طور درست ادا کردن. و بعد میگه حق شوهر بالای خانم چیست یا رسول الله؟ میگه ایست که باید از آبرو به عزت شوهرش دفاع بکنه. کسی که شوهرش دوست نداره، نمیخواد او رو در فرشش در خانهش اجازه نده. و بعد از مال شوهرش دفاع بکنه، آبرو به عزت شوهرش حفظ بکنه و نیازمندی های شوهرش برآورده بکنه، اون چی که نیازی که بین زن به شوهر محسوس میشه. یعنی اسلام در ارتباط به حق زن و مرد کدام جایی تعدی و تجاوزی رو نمیبینی، بلکه در بسیار موارد حقوق زن خیلی زیادتره. شما تصور بکنید امروز مستشرقین، دین ستیزان انگشت انتقاد میگذارن سر این چرا اسلام گفته زن باید از مرد اطاعت بکنه؟ خلاص چرا اسلام گفته مرد زنش بزنه؟ اسلامی که من مطالعه کردم، قرآنی که من میخوانم چنین به ما میگه. درست است در یک موارد خاصی، در یک جایی که این معنا نیست که هر کسی فقط زنش سوتر بگیره و زده روان باشه، کابل شلاقی رو بگیره زده روان باشه. ما در موارد خاصی در اسلام داریم که چندین برابر حق مرد حق زن است. بفرمایید تو کجای اسلام مطالعه کردی؟ شما تصور بکنید اسلام میگه این مرد باید برای زن مهر بده، اسلام میگه این مرد برای زن ارث بده، اسلام میگه این مرد برای زن نفقه بده، اسلام میگه این مرد برای زن اکرام و عزت بکنه، اسلام میگه این مرد برای زن بره شب و روز جان بده، عرق بریزانه، همه چیزش تهیه بکنه، زن بعد در خانه به عنوان مثل یک فرشته. اسلام میگه این مرد برای زن یک خادم بگیره که خدمتش هم بکنه. کجای این ظلمه؟ آیا حق مرد ضایع است یا حق زن ضایع است؟ شما خودتان قضاوت بکنید، تصور بکنید. بنابراین برادران عزیزم، خواهران عزیزم، فریبی حرف این افراد را نخورید. اینها میخوان عقیده و دینتان را خدشه‌دار بسازن. الا من بارها گفتم کسی که ادعا داره بیای بنشینه کتاب او با یک کسی که حداقل میداند دینه، مسائل قرآن و دین رو به طور درست میدانه، بیا بنشین کجای ایزی اسلام به حق زن تعدی و ظلم و تجاوز کرده تا پاسخ بده. بنابراین این بود حقوق زن و مرد از دیدگاه دین مبین اسلام عزیز. خدمت شما عزیزان تقدیم شد. تا برنامه بعدی خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. امیدوارم شاد و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.